تا حالا به آدما وقتی با خودشون تنها میشن دقت کردین؟ فرقی نمیکنه این تنهایی مثل اتاق انتظار پزشک طولانی یا پشت چراغ قرمز کوتاه باشه. فرقی نمیکنه دقایق قبل از خواب باشه یا حتی وقتی توی خونه کاری برای انجام دادن نداریم. حتما باید سرمون رو با یه چیزی گرم کنیم. 5 دقیقه که بیکار میشیم یا موبایلمون رو چک میکنیم یا شبکه‌های تلویزیونی رو بی هدف بالا پایین میکنیم. انگار که داریم از خودمون و تنهاییمون فرار میکنیم. ما حاضریم هر کاری بکنیم، هر بهایی رو بدیم تا با خودمون تنها نشیم. چون از روبرو شدن با خودمون وحشت داریم. خب شاید بپرسید چرا؟ چون ما خودمون رو دوست نداریم. چرا خودمون رو دوست نداریم؟ چون فکر میکنیم این چیزی که هستیم چیزی نیست که باید میبودیم. ما برای هر چیزی یک استانداردی داریم و خودمون رو دائم با اون استاندارد مقایسه میکنیم. بینی زیبا یعنی بینی تیلور سویفت. چهره جذاب یعنی چهره جورج کلونی. بدن جذاب یعنی بدن رونالدو. و همینطور تمام چیزهایی که تو زندگیمون داریم رو با این استانداردها مقایسه میکنیم. و انقدر فاصله بین ما و اون استانداردها زیاد شده که غم دیدن این فاصله ما رو از پا در آورده. ما تو یک رینگ گیر افتادیم. توی مبارزه ناعادلانه با ترین‌ها. در غرب یک شخص به طور متوسط در 24 ساعت 3000 بار به طور مستقیم یا غیر مستقیم با کلمه ترین مواجه میشه. اپل گرانترین برند جهان. مارک زاکربرگ جوانترین میلیاردر جهان. براد پیت جذابترین مرد جهان. نتیجه این همه مواجهه با ترین چی میشه؟ بذارین نتیجه رو با یه آمار بهتون بگم. تعداد کشته‌های اروپا در اثر حملات تروریستی در سال 50 نفره و آمار خودکشی تو یک سال تو همون اروپا 60,000 نفره. میدونی این یعنی چی؟ این یعنی احتمال اینکه تو در اروپا در خانه خودت توسط خودت کشته بشی 1200 بار بیشتر از اونه که توسط یک تروریست کشته بشه. چرا باید کار به جایی برسه که خطر تنها موندن تو با خودت 1200 بار بیشتر از خطر تنها موندن تو با یک تروریست توی خونت باشه؟ خب جوابش خیلی واضحه. چون تنفر ما از خودمون 1200 بار بیشتر از تنفر تروریست از ماست. اوضاع خود ما هم همچین بهتر از اونا نیست. تو همین کشور وقتی تو یک روز معمولی از صبح تا شب فقط تو تبلیغ یک محصول لبنی 10 بار بهت نشون میدن که یک زن زیبا تو یک پنتهاوس چند صد متری در حال چیدن یه میز صبحانه لاکچریه، معلومه از خوردن نون و پنیر، چای شیرین تو آشپزخونه 6 متری خونتون احساس بدبختی میکنی. واضحه که باید از وضع فعلی زندگیت فرار کنی. ما مدفون شدیم زیر بمباران هزاران ترین که از صبح تا شب توی جامعه داره روی سرمون آوار میشه. کار به جایی رسیده که ما کم کم باورمون شده که حتما یه مشکل بزرگ یا یه نقص بزرگی داریم. بله، این آب شدن تدریجی اعتماد به نفس یکی از 10 بلایی است که تبلیغات به سر ما آورده. من اینجام که بهت بگم تو هیچ مشکلی نداری. مشکل تو اون تصویر ایدئالیه که تو ذهنت ساختی و خب واقعی هم نیست. میخوام یه رازی رو اینجا در گوشت بهت بگم که هیچ رسانه‌ای بهت نمیگه و اون اینه که اشتراکات زندگی ما با خواص و اسطوره‌ها خیلی خیلی بیشتر از تفاوتامون با زندگی اوناست. بیل گیتس هم مثل من و تو از صبح تا شب نگران اینه که مبادا دخترش رو معتاد کنه. اما رسانه در مورد نگرانی اون نسبت به دخترش چیزی به ما نمیگه. رونالدو هم هفته‌ای 2-3 بار سر یه موضوع خیلی ساده با همسرش دعواش میشه. اما توی اینستا و فضای مجازی فقط میتونی عکساشون رو توی ساحل وقتی کنار هم خوابیدن پیدا کنی. رسانه هیچ وقت نمیاد ابعاد معمولی زندگی امثال رونالدو رو نشونمون بده. اما پارکینگ ماشین چند صد میلیون دلاریشو حتما بهمون نشون میده. جان کلام اینه که همه ما 2 تصویر از خودمون داریم.
تصویر کسی که هستیم و تصویر کسی که فکر میکنیم باید باشیم. ما خودمون رو دوست نداریم چون فکر میکنیم تصویر اول زشته، اما حقیقت اینه که تصویر اول اصلاً زشت نیست، بلکه تصویر دوم اونقدر غیر واقعی و اسطوره‌ایه که تصویر اول در برابرش زشت به نظر میرسه. هر چقدر فاصله بین این دوتا تصویر بیشتر باشه، ما خودمون رو سخت‌تر میتونیم دوست داشته باشیم و عزت نفس کمتری رو تجربه کنیم. شاید تو فکر کنی باید خودتو برسونی به تصویر دوم تا آروم شی، اما حقیقت اینه که تو باید تصویر دومو بیاری پایین و منطبق کنی روی تصویر اول، یعنی وضعیت فعلیت، و خودت رو همونطور که هستی دوست داشته باشی. خودت رو در آغوش بگیری و به خودت بگی بابت این راهی که تا اینجا اومدی ازت ممنونم و بهت افتخار میکنم. و بعد هر سال تصویر کسی که در آخر سال باید باشی رو 10% بالاتر از تصویر کسی که در ابتدای سال هستی قرار بدی و تلاش کنی انسان بهتری باشی و خودتو برسونی به اون تصویر. و این روند همونطور ادامه پیدا میکنه تا روزی میاد که بعد از 10 سال تو نگاه میکنی و میبینی وسط اون زندگی هستی که همیشه آرزوشو داشتی و توی اینترنت داشتی دنبالش میگشتی. اگه میخوای تا آخر عمر یک حرکت مداوم و پیوسته به سمت رشد و پیشرفت داشته باشی و بدون اینکه حالت یا جایگاه فعلیت بد باشه، با حال و روز خوش شاهد رشد و پیشرفت خودت باشی، باید بتونی عملگرایی رو جایگزین کمالگرایی کنی. برای همیشه دست از مقایسه خودت با دیگران برداری. شما تو این دنیا فقط یک رقیب داری. اگر جلوی آینه وایسی حتما پیداش میکنی.